خواجه نظام الملک دانشمند و وزیر نامدار دوره سلجوقی متولد سال 397 هجری شمسی در توسه. او عادت داشت وقتی کسی هدیه‌ای براش می آورد تحفه رو با تمام اطرافیانش تقسیم می کرد. خواجه نظام این شال گردن را برای تو هدیه. روز یکی از باغبونای کاخ برای خواجه نظام الملک 3 خیار نوبرونه آورد. من تم تلخه، من نمک میخوام، من کمک میخوام. خواجه یکی از خیارا رو خورد و برخلاف همیشه 2 دیگرم پشتبند هم خورد و به هیچ کس نداد. او به عنوان تشکر از باغبان بهش یه لباس و 100 دینار هدیه داد و باغبان رفت. سیادی خیلی دینار با هم حساب کرد. اطرافیان که هوس خیار کرده بودن از خواجه پرسیدن چرا از این نوبرونه چیزی به ما ندادی؟ خواجه نظام الملک که با تدبیر و دلسوز بود گفت وقتی اولین خیار رو خوردم و دیدم تلخه فکر کردم اگه به شماها بدم هم کامتون تلخ میشه هم ممکنه یکی به تلخ بودنش اشاره کنه و باغبان خجالت بکشه. من دوست ندارم کسی که هدیه‌ای برام میاره خجالت زده بشه. برای همین تلخی خیار رو تحمل کردم تا باغبان ناراحت نشه. هیچ وقت فکر نمی‌کردم تو خیار داستان پندامیز در بیاد.